سلام بچه من قراره در مورد اندر دراگون قرار صحبت کنم که در دروازه اند هستش. دروازه اندم قراره بعدا بهتون یاد بدم که چجوری دروازه اندو بسازین. میخواستم در مورد اژدها یه دروازه اند، همون اندر دراگون، خواستم یه توضیح بدم براتون. این اژدها معروف به اندر دراگون، اگه اینو تو دنیای سروایول بریم به پورتال اند، اینو بکشین و قتل برسونین، بهتون بیش از 30 یا 40 XP بهتون امتیاز میده. خواستم اینو بهتون بگم که بدونین. میخواین XP زیادی جمع کنین، هم باید شمشیر و آرمور هم داشته باشین. شمشیر خیلی قوی داشته باشین، آرمور مثلا فول آرمور نریرایتی اینچنتی داشته باشین برای مبارزه با اندر دراگون. همین آرمورای اینچنتی و شمشیر نریرایتی اینچنتی لازمه برای مبارزه با اندر دراگون. گفتم دیگه، اگه XP زیادی میخواین میتونین وقتی که این آرمورای اینچنتی و شمشیر اینچنتی رو داشتین میتونین برین مبارزه کنین و شکست بدین و بیش از 30-40 XP بهتون میده، شاید هم بیش از 50 تا. خودم نمیدونم، یادم رفته، چند سری کشتم، یادم رفته چقدر میده. خلاصه گفتم که بدونین. لطفا این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب هم بکنین. قرار تو ویدیوهای بعدی آموزش ساخت پورتال اندو بهتون یاد بدم. ممنون.